نقش نامزدتو بازی کنم؟ بله بی زحمت. راستش به برادرم دروغ گفتم نامزد دارم. اگه میشه شب که کارتون تموم شد بیاین همراه من مهمونی. فقط سوء تفاهم نشه، خدا شاهده من هیچ قصد دیگه ای ندارم. قول میدم براتون جبران کنم. فقط میخوام خیال برادرم راحت بشه. انقدر که گیره دست از سر من بر نمیداره. بسیار خوب، با کمال میل قبول میکنم. تو رو خدا راست میگین؟ آره، اما یه شرط داره. داستانش طولانیه ولی میخواستم ازتون خواهش کنم به جای مادر دخترم توی مصاحبه شرکت کنی. یعنی نقش مادرشو بازی کنم؟ دور زمونه بدی شده. فقط میخواستم دخترم توی مدرسه خوب درس بخونه. آرزوی همسرم قبل از مرگش همین بود. بابایی چه دروغایی میگه. چه مرد فوق‌العاده‌ای. با همین درخواست کوچیک شروع میکنم و بعد ازش میخوام با ازدواج موقتمون موافقت کنم. من که اصلا مشکلی ندارم. خیلی خوشحال میشم کمکتون کنم. واقعا ازتون ممنونم. پس شنبه شب تو مهمونی میبینمتون. حتما.